رمز گوشی تو اگه یادت بره بیچاره ای، چون برای برداشتنش مجبوری فلش کنی یا همه اطلاعاتت پاک میشه. چی میشد اگه میتونستی خودت رمزه رو بدون پاک شدن اطلاعات برداری؟ بیا راهشو بهت بگم، تو هم ویدیو رو لایک کن و واسه رفیقات بده. گوشی که قفل شده رو میذاریم کنار، با یه گوشی دیگه میریم توی مرورگر سرچ میکنیم گوگل فایند. اولین سایتی که میاد رو باز میکنیم. توی این مرحله باید حواست باشه اون جیمیلی که روی گوشی قفل شده داشتی رو بلد باشی، گزینه لوگین رو بزنی و جیمیل تو وارد کنی. حالا گوشی‌هایی که به جیمیلت وصلن نشون میده، روی گوشی مورد نظر کلیک میکنی، گزینه وسط سکور دیوایس رو میزنی، سوال میکنه که مطمئنی، شما نکست رو میزنی. حالا میگه رمز جدید تو بده، مثلا من میذارم 1289، نکست رو میزنم. بعدش میگه اگه میخوای یه پیغام رو صفحه قفل بیادم اینجا تایپ کن، که من نمیخوام بزنم، گزینه سکور لاک رو میزنم و تمام. یه چند دقیقه بعد اگر گوشی قفل شده تو بیاری و رمزی که انتخاب کرده بودی و بزنی، اینطوری باز میشه، اطلاعاتت هم سر جاشه و هیچی حذف